دستگیری توماچ خبر دقیقی ازش در دسترس نبود تا اینکه یه خبر یهویی از توماچ توی رسانه‌های تلگرامی وایرال شد که میگفتن حکم توماچ اومده و حکمش اعدامه. اما مدتی بعد یه توییت از ادمین توماچ وایرال شد که میگفت حکم صادر شده ولی ما نمیگیم. امروز حکم به من ابلاغ شد ولی نمیگم حکم رو، چون ممکنه تاثیر روانی بذاره رو هواداران، به خصوص هوادارای کم سن و سالم. توماچ صالحی زندان دستگرد اصفهان. بازم همه این اطلاعات در حد شایعه بود و ادمین توماچ یه توییت دیگه میزنه و میگه این خبرها کذبه. هنوز هیچ حکمی به صورت رسمی برای توماچ صالحی منتشر نشده و هر حکم مشخص یا تخفیف در آنکه توسط برخی سایت‌های معلوم الحال خبری منتشر شده است، فضاسازی رسانه‌ای برای حساسیت زدایی از پرونده و آسیب‌های وارده به توماچ صالحی و در راستای منفعل کردن وی است. حکم رسمی دادگاه پس از دریافت و ملاحظه توسط وکلای توماچ به طور رسمی منتشر خواهد شد. بعد از این توییت‌ها وکیل توماچ صالحی توی مصاحبه جدیدش میگه که حکم توماچ اعدامه و اینطوری توضیح میده: امیر رئیسیان وکیل دادگستری در گفتگو با شبکه شرق با اشاره به صدور حکم توماچ صالحی خواننده بازداشتی در ایران از سوی دادگاه انقلاب اصفهان اظهار کرد شعبه 1 دادگاه انقلاب اصفهان در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال 1401 توماچ صالحی را اجرایی نکرد و با ارشادی خواندن این حکم و تأکید بر استقلال دادگاه بدوی توماچ صالحی را به اتهام افساد فی الارض به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد. وکیل توماچ صالحی درباره دیگر اتهامات این خواننده نیز بیان کرد شعبه 1 دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب و دعوت به آشوب از طریق جرایم رایانه‌ای را نیز در صلاحیت دادگاه کیفری 2 دانسته و حکمی برای این اتهامات صادر نکرده است. این دادگاه همچنین برای اتهامات ارتباط با دولت متخاصم و توهین به رهبری قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. دلیل این مهم صدور حکم براءت از این اتهامات در حکم قبلی همین دادگاه است. رئیسیان درباره اخبار منتشر شده مبنی بر عفو توماچ صالحی و اعمال تخفیف در حکم او گفت همه این اخبار کذب است. حکم شعبه 1 دادگاه انقلاب اصفهان برای توماچ صالحی اعدام است. البته این دادگاه در حکم خود قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست 1 درجه تخفیف با توجه به جوانی متهم را دارد. این در حالی است که دادگاه بدوی امکان قانونی این را داشت که با توجه به احراز کیفیات مخففه حکمی جز اعدام برای توماچ صالحی صادر کند، ولی این کار را نکرده و صرفا قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست تخفیف دارد. این قضیه حکم توماچ انقدر پیچیده شده که تشخیص خبر درست و شایع سخت شده.